به نام خداوند بخشنده و مهربان و بعد السلام علیکم دوستان عزیز و گرامی. ایمان در دل است. این جمله در محفل ها زیاد صدا می دهد. آن را زیاد شنیده ایم و خواهیم شنید. این جمله از جانب دو گروه آدمان به دو معنا استفاده می شود. گروه اول عالمان ساحه عقیده هستند که آنجا بحث می شود ایمان آیا در دل است و عملهای ظاهری انسان چیزهای تکمیل کننده ایمانند و یا ایمان تصدیق قلبی و اقرار زبانی و هم عملهای ظاهری مجموع این سه چیز است. بحث این مسئله در علم عقیده است. اما استفاده دیگر این عباره ایمان در دل است از جانب سکولارها و یا مسلمانان سکولار مآب و یا مسلمانانی که از علم شریعت چندان آگاهی ندارند استفاده برده می شود. البته کسانی که این جمله را به زبان می آورند اگر مقصدشان این باشد که باطن مهمتر از ظاهر است و انسان نخست می باید از داخل خودش را اصلاح سازد، البته سخنی درسته با معنای درستی فهمیده می شود. ولی آنها این جمله را در مورد استفاده می برند که افاده‌گری فساد اندیشه دینی آنهاست. مقصد آنان از این شعار را پرتافتن، این جمله را دائم تکرار کردن این است که عملهای ظاهری که اجرای طاعت‌ها هستند از قبیل نمازخوانی، روزه‌داری، حجاب پوشی، رفتن به زیارت خانه خدا، این چندان عملهایی هستند که چندان اهمیت ندارند، بلکه مهم قلب انسان است. قلب انسان که پاکیزه باشد کافی است. یا آنها وقتا مسلمانی را در حالت انجام معصیت و گناه ببینند، مثلا از قبیل بینمازی، مینوشی، پاره‌خوری و یا بی‌حجابی اگر زن باشد، میگن مهم قلب است. مقصدشان این است که دقت کردن به این عملها ظاهر پرستی است و انسان مادام دلش پاک باشد دیگر فرقی ندارد که حجاب دارد و یا بی ستر است، نماز میخواند و یا نمیخواند. مهم قلب انسان است. مادام قلبش پاک باشد دیگر شکل رفتار او، کردار او و طرز لباس پوشی او چندان اهمیتی ندارد. این عمل این گروه آدمان، یعنی بی اهمیت شماریدن طاعت‌های ظاهری اسلام که شعارهای دینی مبینند و یا عادی شماریدن معصیت‌ها که گناه‌های کبیره هستند، خیلی فهمی ناجا و خیلی اندیشه فاسد است. با اندک تأمل و اندیشه میتوان درک کرد که این نگاه و این گونه اندیشیدن تا چه حد بی اساس و بی پایه است. زیرا در تفکر دینی ما مسلمانان و اینچنین در واقعیت حتی این حقیقت پیداست که علاقمندی باطن با ظاهر علاقمندی جدا نشونده است. به عباره دیگر ظاهر و باطن با هم پیوستند. یکی در دیگری تأثیر میرساند، دیگری از آن تأثیر میپذیرد. این چنین حقیقت دیگری که اینجا تاکید کردنش لازم است این است که دین مبین اسلام آنگونه که به صفای قلب، به پاکسازی باطن امر دستور داده است، این چنین به اجرای عملهای ظاهری نیز دستورها داده است. فرموده های زیادی هست در شریعت ما، در قرآن کریم، از قبیل نمازخوانی، روزه‌داری، ستر پوشی، که آنگونه که صفای قلب ضرور است، واجب است، اجرای این عملها نیز واجب است. این عملها را از هم جدا کردن خیلی اشتباه است. عملهای باطنی با عملهای ظاهری بیرونی با هم یک جا یکدیگر را تکامل میبخشند و مسلمانی شخص مسلمان در اجرای هر دو باید مقبول است و به کمال میرسد. دلیل های شرعی و نیز واقعیت گواهی بران میدهد که انسان هر قدر درونش پاک شود، قلبش مصفا شود، اعضای بیرون آن نیز به خدا مطیعتر میگردد، فرمانهای خداوند را بیشتر اجرا میکند. صاحب قلب پاک ظاهرش نیز پاکیزه است و خود را با معصیت های خدا آلوده نمیسازد. این چنین هر کس به طاعت و عبادت مشغول شود، قلبش و باطنش به تدریج مصفاتر می گردد. بین ظاهر و باطن تلازمی حتمی است. یکی با دیگری پیوست است، یکی در دیگری تأثیر می رساند. پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح که آن امام بخاری و امام مسلم روایت می کنند فرمودند: الا ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. در تن آدمی گوشتباره هست که اگر آن نیک شود، صلاح یابد، همه وجود انسان، همه اعضای انسان صالح نکوکار می شود و اگر آن گوشتباره بد شود، فاسد شود، همه وجود انسان فاسد می شود. همان آن گوشتباره قلب است. یعنی اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم
و ما خبر داده ایستادند که هر کس که قلبش پاک باشد، ادعا کند که درونش تازه است، پاکیزه است، مصفا است، همه وجودی او باید مصفا باشد، همه اعضای او، همه وجودی او، همه جسدی او در طاعت خدا باشد، همه گفته های خداوند را به قدر استطاعت و تواناییش باید اجرا نماید. و عکس این گفتن صحیح است، یعنی پایبندی بر طاعت و عبادت آنگونه که اشاره شد به انسان صفای قلب می آورد. آنگونه که عارف در برکت و ثمره های طهارت میگوید ای مصلی بیا طهارت کن، خانه دین خود امارت کن، چون بیاری طهارت ظاهر، باطنت نیز حق کند طاهر. یعنی وقتا وضو میگیری، وقتا طهارت میکنی، وقتا امر خداوند را اجرا می نمایی، خداوند به برکت این طاعتت به قلب تو صفای بیشتر می بخشد، قلب تو را منورتر می سازد. پس نشانه پاکیزگی قلب این است که انسان فرموده های خالقش را احترام نماید، دستورات خداوند عزوجل را به اندازه توانش اجرا نماید و به ذکر و طاعت و تلاوت قرآن مشغول باشد. این است صلاح قلب، این است نشانه و دلیل آشکار بر صلاح و پاکیزگی قلب. اما اینکه به معصیت دست زند، بینماز باشد، مینوش باشد، پاره‌خور باشد، اگر زن است دختر است بی‌حجاب باشد و باز ادعا کند که دل او پاک است، البته این یک سفسطه است که ابلیس به او تلقین نموده است. لذت ایمان فزاید در عمل، مرده آن ایمان که ناید در عمل، میگوید علامه اقبال. آن ایمان مرده است که صاحبش را به اجرای فرمانهای پروردگار وادار نکند، در قلب انسان، در نفس انسان انگیزه به وجود نآورد که فرموده های آشکار خالقش را اجرا نماید. آن ایمان مرده است، آن درونی تاریک است که محبت خدا ندارد، محبت طاعت و عبادت خدا ندارد. در آخر این حقیقت قرآنی را باید دانست که هیچ چیزی چون معصیت و گناه قلب انسان را تاریک و سیاه نمی کند. یگانه چیزی که به قلب انسان تاریکی می آورد، سیاهی می آورد، به انسان دلتنگی می آورد، این دوری از طاعت خدا، این نافرمانی خدا، این نادیده گرفتن دستور و فرمانهای الهی است. و این چنین هیچ چیزی به مانند طاعت و عبادت، ذکر و تلاوت به قلب انسان صفا و رونق و جلا نمی بخشد. به امید حاصل گشتن فهم درست نسبت دین و ایمان و قرآن.